آقای کاظمی ما در روستای باچه کارآفرینی رو انداختیم، اشتغالزایی برای خانم ها و جوان ها. چقدر خوب. بله، بسته‌بندی حبوبات و ادویه‌جات هست. عجب. و یه دیگه؟ کارگاهی بدلیجات هست که کلیه اینا رو الان هست که ما بریم ببینیم. بله. از نزدیک کلیه بدلیجات تا آبکاری و فروش اینجا انجام میدن و خیلی خوبه. دوست دارم برم از نزدیک ببینم. مغازه سالم از کدوم طرف بریم؟ اولین تولید کننده زیورآلات مصنوعی هستیم که تونستیم بدلیجات طرح طلا را خیلی مشابه به طلا تولید کنیم و اومدیم داخل روستا شرق اصفهان که بتونیم یه اشتغال جدیدی ایجاد کنیم و حدود 200-300 نفر نیرو به کار بگیریم که 147 نفر 200 نفرشون داخل کار در منزل داخل منزل کار انجام میدن و حدود 60 نفرم داخل محیط سوله کارخونه کار میکنن. امیدواریم بتونیم در آینده با به کار گرفتن 100 نفر نیرویی که بتونن رسمی داخل سوله کار کنن و کارهای مشابه طلا، یعنی هر آن چیزی که طلاش تو بازار موجوده رو ما بتونیم اونا به صورت بدل تولید کنیم که فقط از لحاظ ظاهری و از لحاظ کیفیتی با طلا یکسانه، ولی از طریق تشخیصش به صورت آزمایش یعنی ریگیری و یا وزن کار مشخصه که بدله، یعنی ما در این حد کارمون مشابه طلاه.